نگویی داشتم با ته واج رضایی. توجه میکنی؟ حسین آقا یه صبح 10:30 صبح میره اونجا. همه بار فروشان حسین آقا آمده باشی. تقریبا با این دستمال شما میزد تو خربیزه. تا میگه حسین آقا بفرما، میگه منم بهت بگم شب میخوام بزنم. میگه چرا؟ میگه به این دلیل. هرچی میگن حسین آقا بفرما بار فروشان میریزن. حسین آقا کسی بود برای خودش. یه ماشین آلبالویی داشت یه واجزایی اومد به پیچه همینم مولوی که میپاین خیابون دور بزنی الان دیوار از زایشگاه، دیوار زایشگاه یه زیم واسطه دودن همه میلرزیدن چی میشه میشن. اومد بره پرید جلو پای گوش و سفر گفت گفتم میخوام بزنم بمشم بی پایین. همه داشتن میلرزیدن. یه کارت بلند داد به داشش آتقی برو سرش برده. آتقی من یه دونه انداخت بالا سینه تیه خودش کشید کنار. اومد به داشش حسین آقا کارت دیگه گفت سرش کو. تو که کارت گرفت دستش تای کارت سنگینه زد اینجای دماغ داشت خودش. آتقی این دماغ آتقی برای که خون اومدن کارت گرفت رفت طرف تیه اومد به خودش بیاد اولی رسن انداختش تو جور. دومی کوبید تو کمرش کارت بلند. سومی رو زد که نصف کارت تو کمر تیه شکست. خون راه افتاد. حسین آقا هم گذاشت رفت به فرشته مرده.